فعلا تنهات میذارم. با سر اصلاحات چی کار داری چلمن؟ ایک بری. ببین دلغک بیامامه، الان دیگه کل نظام دست ماست. همتون رو قیچی کردیم. بپا سردیت نکنه حاجی تلمبه. اگه چیزی هم از نظام مونده که دست شما باشه، برو هیکل عظما رو از کف خیابون جمع کن. درست صحبت کن. هرچی به این ببو گلابی مقام عظما گفتیم بیا برو مذاکره کن، به خرجش نرفت مرتی کلدنگ. فعلا که مجلس دست ماست. مجلس یا طویله؟ بابا این مجلس که کشک امورم نیست، هرچی مقام عظما بگه همونه. نه نه نه، اشتباه نکن، کار هممون با هم تمومه. ببین قیافه پخش و پلات خیلی رو اعصابمه. پخش و پلا اون قاسم سلیمانی بود که تو فرودگاه میرزا قاسمی شد. پخش و پلا وضعیت مقام عظماست که ما رو به این روز انداخته. آخه کرفس، اون موقع که من تو کربلای 4 با سلامی رو مین خرقلت میزدم، تو با کدوم خفاش داشتی دیزی 2 نفره میزدی؟ ای توف تو روی اون امام کفن پاره که هممون رو اسکل کرد. به امام فوش میدی؟ دستتو بکش شاسکول، میدم بچه ها قورتت بدن ها. عجب خرطوخری شد. برجام چی شد؟ آبشو کشیدن چلو شد. نیشتو ببند. نیش کجا بود؟ فرم صورتم این مدلیه گوشکو. کجا رفتی حجت الاسلام خفاش؟ میرم بیت آقا بگم دهنتو آسفالت کنه. ذکی، ملت تن آقا کت شلوار کردن، دست و پاشم بستن.